دوملو یک تکلیف دارم بعد سوال دارم اگر اجازت دید. بفرمایید. تکلیفم همین است که مسئله های لباس های ضعیف و علل خصوص در زمان حاضره که شورشان کودک ها مکتب دختر ها مکتب بچه ها هم موافق گویم بعضی بی یا که ماده گویم حجاب میپوشند و حجابشون در نزد من موی سر و گردن هاشون رو خنه کردن حجاب میگویم. بعضیشون در پست شیم میپوشند یا دیگه خیلی لباس ها. من تکلیفم یک التماس داشته بودم که یک درس تیار کنید که همون لباس زنها حجابشون و حاضر همین چند خیل نمودهای حجاب های همینای هم میشه یک درس کرده علاقه کرده فهمونید که برای ضعیفو همین علل خصوص گویم که انا تو انا این درجه ممکن است این شما که میپوشیدون از زونی هاتون برابری زونی یا که از زونی هاتون بلند میپوشید و خیلی موی سر و گردن هاتون رو پنه بکنید این جایز نگفته. همین شما که به دلیل میگوید میفهمونید باید که قبول کنید. خب این یکی از علامت های قیامت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حالی از زمانه میشد که زنهای پیدا میشن که کاسیاتون عاریاتون گفتن اونا پوشیدگی هستن و لیکن نپوشیدگی هستن. مثلا لباس دارن لیکن لباسشون نپوشیدگی حساب میشه. کدام زنی که حجاب داره و تنگ است حجابش او به حجاب است او حکم حجاب نمیگیرد بدناش وقتی که معلومه. مقصد شریعت پنهان کردن زن است از چشم بیگانگان. حالا همین گلیم هم اگر با آفتاب شده ماند رنگش میپرد. چیزی قیمت مردم بالا پوشک میمونن یک غلاف دارد احتیاط میکنن به یک جا شده نمیرن به آب و باران و آفتاب و ماهتاب از چشم بیگانگان. همین گفتیم که زنهایی که گردناشون مینماد دست آستینهاشون آستین کلته کرته ها میپوشن این هم به یک کلمه زیر کلمه فاحشه میدراید. گفتیم در یک نوارمون در اینستاگرام همین نشر کردیم. بعد خیلی مردم زیاد زید برآمدن که تو فاحشه گفتی آنها را گفته. بله ما گفتیم اونجا که فاحشه یعنی یک زنی که تن فروش از وای فاحشه نیست. در شریعت آن آدمی که با حیوان علاقه جنسی میکنه وای هم فاحشه است. یا آدمی که مثلا هم جنسگرا هست وای هم فاحشه هست. فقط تن فروش نه. یا مراتب اگر زنا کندن فاحشه هست. عورتش کشاد هم فاحشه هست. الله تعالی آنهایی که در گرد کعبه عریان طواف میکردن فاحشه نامید. اونا عبادت میکردن گناه نمیکردن. در گرد کعبه مشرک های زمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از این اونا عریان طواف میکردن. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها رو منع کردن اونها میگفتن که والله امرنا بها ما پدرها در همین راه یافتیم. یعنی ما یافتیم که پدرها ما در گرد خانه عریان طواف میکردن. زنها شبانه طواف میکردن عریان به لباس پره مردها روزانه نعوذ بالله گرد خانه الله. بعد نکنید گفتن اونا گفتن که ما پدرها ما در همین راه یافتیم الله ما رو امر کرد. بعد الله تعالی قل ان الله لا یامر بالفحشاء بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی به فاحشگی امر نمیکند. گفت اونا فاحشگی نمیکردن فقط به لباس میگشتن عورتاشون کشادگی بود. یک زن یا یک دختر گردنهاش سفید است یا دستهاش هست وقتی که آستین کلته میپوشد به نظری مردم اونو مردها نگاه میکنن. برای مردها برای شوهرها همین معقول است که به زن شما دیگرها نگاه کند. یعنی اگر زنتون رو پوشانیدید برای فایده خودتون است. بنابراین ببینید اون گردنهایی که دائما کشادگی از آفتاب زده و چشمهای مردم یک قوه دارد که همون پوست تغییر میتید. پوستی که همیشه کشادگی هست چه خیل است رنگ و روش. اما جایی که محکم است چه خیل هست پوست ویران نمیشد.
از نظری بیگانگان. بنابراین اگر کسی اون زن در نظرش قدر و قیمت داشته باشد و مال قیمت ما پوشیده میمانیم. حالی بعضی مردم های خوجند خانه هاشون هم با پرده ها دیوال های می پوشتن در زمانه های پیشتر که آفتاب همون رنگ و بارهاشون چی نکنند، پرده می زدن به خانه هاشون رنگ و باراش نپرد گفتن. و روزای توی روزای مهمان ها آمدگی میکشدن باقی وقتا پرده کرده میموندن که همین رنگی دیوار، رنگی در، رنگی تیریزه به واسطه نور آفتاب نپرد گفته. مال است وای اوی نو کرده میشد. این زن نخواد همین قدر نداشته باشد که شما از نظری مردهای بیگانه پوشید فایده خودتون است، نه پوشید بر ضرر خودتون است. با یک زنک نوشته است که این سطری که تو میگویی نو پیدا شد، مادرای و اپاهای ما همشان رومالهای کلته میبستن. اوه شاید که این زنه که این اعتراض میکنه شاید از من کلان سالتر باشه. من با چشمم مادر کلان ما و همسین و سالاشون در زمان شوروی دیدم که اونها یا رومالچی معده داشتن. سبحان الله، زمان شوروی بود. یا رومالچی معده داشتن، بعد از بالاش یا رومال سفید کلان داشتن، بعد از بالاش یا خلطی سفید داشتن. یا خلطی سفید داشتن و خلط بر بالای سر میپرتافتن که تا اینکه کتفاشون هم پوشد. و اگر رفت و مردها بیاید همون خلط که روحاشون هم محکم میکردن. این در زمان شوروی بود، سالهای 90. برادرای عزیز چقدر این سطر نو پیدا شد؟ او در نظر شما نو پیدا شد. این حجاب میگن نو پیدا شد، سطر نو پیدا شد. همه مادرای ما رومالچی معده داشتن. بعد به خانه های آدم ها وقتی که یکم معرکه میشد میرفتیم، یک موی سفید و یک پیرمرد رسمش هست. مثلا صاحب خانه میپرسیدم که این کی است؟ ممکن بابا کلان ما، مادر کلان ما. دیدگی هستید؟ نه دیدگی نیستیم. پدرام و مقصد صورتاشون زده موندگی هستن. این خانه از همون کس موندگی هست. من گفتم سالی چند زندگی کردگی هستن؟ سالهای مثلا وقتای جنگ وفات کردگی هستن، سالهای 40، سالهای 30، 1930، 1900. ریش دارد موی سفیدی تاجیک و دربرش یعنی که کمپیرش هست مادر کلان، سطر حجاب دارد، یعنی رویمالاش پشتگی هست، یعنی رویمالی کلان دارد. این زنه گفت است که این سطر دیروز پیدا شد. همه مادرای و اپاهای ما رویمالچی معده میبرشتن. برای چی تو تنقید داری؟ گفت است شما یه مراتبه تاریخی 1300 ساله دیار ما نگاه کنید. مردم همه سطر داشتن، فرنجی داشتن، مردها ریش داشتند. یا مراتبه چشمهای خود را کشاید برادرها.